در دهکده کوچک پیرمردی تنها روی تپه‌ای زندگی می‌کرد. هر روز صبح بچه‌های دهکده از کنار خانه او رد می‌شدند و به بازی می‌رفتند، اما هیچ کس به او سلام نمی‌داد یا کمکی نمی‌کرد. یک روز طوفان شدیدی آمد و مسیر روستای پایین دست را گلو گرفت. مردم دهکده گرفتار شدند و نمی‌توانستند به خانه‌هایشان برسند. ناگهان پیرمرد با یک گاری کوچک پر از شاخه و تخت ظاهر شد و شروع به کمک به مردم کرد. او راه را برای مردم باز کرد و برخی را تا خانه‌هایشان همراهی کرد. بعد از طوفان مردم از او تشکر کردند و پرسیدند چرا به ما کمک کردی وقتی ما حتی هیچ وقت به تو فکر نمی کردیم؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت کمک کردن به دیگران همیشه باز می گردد، حتی وقتی کسی متوجه نمی شود. دنیا با مهربانی زنده